ادامه گفتار رمان زنان سبزبهار شاعر و نویسنده دلآگاه گلرخسار. گفتار پنجم. رفیق زیبا نعیمی، رئیس جماعت کمونا، شناس کرد خدیر. رئیس نو، جوان، معجزه کار و بارش را انتظاریم. شمس عیسی با تبسم سوی رئیس جوان نگریسته به دفترچه‌اش یادداشت نوشت. خدیر گردن یازانده و به نوشتجات رئیس نگریسته یک باره گویا جامه‌اش را چپه پوشیده باشد خطاب کرد. زودتر رفیق نعیمی، مردم کار دارد. شمس عیسی گناه بی‌ادبی نایبش را اصلاح کردنی شده با تبسم گفت: مرحمت رئیسه، ناگفته نماند، همدیهای تابان دیپوتات. خنک خندید خدیر. از تالار نیز چند تن به خنده او شریک شدند. شمس عیسی حیران کیت در هم کشید. زیبا با سبزبهار و سبزبهاریان فخر میکرد. با سبزبهاری که مثل تابان و نازی زنهای نازنین و مشهور داشت. تا سر منبر رسیدن دلی زنانش درک داد که نایب رئیس او را با رئیس اتفاق مقایسه می کند. اینچنین حس کرد که مردم تالار نیز او را با نگاه آزموده در سیمایش نشانه را از تابان جویایند. غروری سبزبهاریش بالا گرفت. زیبا را که از تب می سوخت، هیزمی تحقیر خدیر تبش را سوزانتر کرد. رهاره تا سر منبر رسیدن با قیافه مغرور، نگاه بی‌هراس، سری بالا، القصه با همه صورت و سیمای سبز بهارانه مزاح رئیس شونده را انکار کرده پشت منبر قرار گرفت. چشمانش سوخت، دهانش خشک شد. بدون اختیار به چاینک روی میز چشم دوخت. رئیس نو گویا اندیشه های او را خواند که به پیاله چای ریخته به ناطق نورسیده دراز کرد. دستان زن می لرزید. چنین مهربانی خاکسارانه از جانب خود رئیس ناحیه نسبت به یک زن دیهاتی واقعه گوش ناشنیده بود. خدیر همانا گوشکی کنان به نقل قصه تابان دیپوتاتی سبزبهاری پرداخت. شمس عیسی او را نمی شنید. سخنانی این زن مغرور را که رخساره های چون سیب سرخ ارغوانی داشت شنیدن می‌خواست. سالهایی که زنان یک باره در همه کار برابر مردان حقوق پیدا کردند. سالهایی که زنان در حفظ نام و شرف خیش آواز بلند نمودند. مسئله در صف مردان زنان را نیز همچون نماینده مردم پذیرفتن به میان آمد. سبزبهاریان از تابان ارغوشچی و شاعر تب ناترس و دانای خود که لازم آید نه تنها با زبان بلکه با مشت هم گپش را می‌گذراند، نامزدی ارزنده را نیافته او را برای دیپوتات شدن راضی کردند. خود نامزد نمی‌دانست که دیپوتاتی چیست، اما درک می‌کرد که در زمان نو هر کار ضرور باشد روا باشد. چند بار سواری اسب جماعت لجامگیری شوهرش به مرکز ناحیه به مجلس رفت. هر بار بعد بازگشت از مجلس سبزبهاریان دیده و شنیدهش را پرسان می شدند. او گپ را دور می برد، جواب انیق نمی داد. دیپوتات چه معنی دارد؟ می پرسیدند او را. همین که معنیش را فهمیدم می گویم، می گفت. دیپوتات که در حقیقت چی بودن دیپوتاتی را خودش نیز نمی دانست. از بین چند وقت گذشت. بار تابان از مجلس دیپوتات ها دماغ سوخته برگشت و دیگر نرفت. چند دفعه دعوتش کردن، قطعیاً رد کرد. سبب پرسیدند، گفت در حضور رئیس و شاهدان میگویم. رئیس جماعت طایری خارکش مردم را جمع کرد. رئیس کام اجراییه مردی با صلابتی شاف برود همراه نماینده مرکز عرض دیپوتاتی سبزبهاری را شنیدنی آمد. مسئله جدی بود. دیپوتات زن کارپرتایی میکرد. تابان به جای عرض یک بار دعوا کرد. من دیپوتات بودن نمیخواهم. منم مجبور کردن که دیپوتات شوم. شدم. اکنون نمیخواهم. سبب
سرخ و سیاه شده پرسید رئیس نائیه: یک دنیا سبب دارم. از همه مهمش خودی تو هستی رئیس. من؟ نه، خودت. طاهری خارکش رنگ کنده و سراسیمه سخنان تابان را از تاجیکی به تاجیکی شهر دادن خواست. زن او را نگذاشت. شین خارکش، من برای تو خار و خس نیستم. میان گپ من نشکن. مرحمت. اشاره کرد نماینده مرکز. اکی رئیس، تا وقتی که تو ناس در دهان گپ میزنی و گپت را کسی نمیفهمد، من دیپوتت نی. تا وقتی که در منبر خوابت میبرد و عرضی کار افتادگان را نمیشنوی، من دیپوتت نی. تا وقتی که چاینکی چای را خودت خورده به دیگران یک پیاله نمیدی، من دیپوتت نی. تا وقتی که زنها را از منبر با چشمانت میخوری، من دیپوتت نی. تا وقتی گپی دیپوتتی دلمانده در دهان مانده، رئیس و مهمان مرکز مجلس را ترک کردند. تابان نیز به سوگندش پایدار مانده تا آخری عمر دیگر از دریای سرخاب نگذشته است. شعرهای خنده‌دار نماینده شورشگر هنوز بین مردم مشهورند. چون این بود معنی کنایه خدیر و خنده اهل تالار. خوش نیمی همیخ راست می استی؟ گفت خدیر. چخل راست استم. ضربه اول را گرداند زیبا. گپ زن. تو گپت را اول تمام کن. خوش. صدای خدیر دو پوسته شد. او در مشت سلفیده گفت: یا گاوهای شما هم مثل گاوهای اتفاق قصیرند؟ خدیر از لطف خود ذوق برده سخت خندید. قصیری گاوها به رئیس جماعت نه، به بقها وابسته است. آرامانه جواب داد زیبا. دمگیر شد از خنده خدیر. شمس عیسی به قهقه مردم شریک نشد. خوش. سبب قصیر بودن گاوهایت را فهمیدیم. غله را هم سری وقت نگذاشتید که اکنون چی بهانه داری؟ بهانه بسیار دارم. خودت که متصدی خواجگی ما بودی، سری وقت یاری ندادی. با مجلس های ضرور و ناضرورت مردم را از کار مانندی. یاری علاوگی خواهش کردیم، زاری کردیم، نشدیدی. از منبر تنقید کردن آسان است. در تالار جنبش به عمل آمد. خدیر سرخ شد. سخن نپرسیده بودم، خودت خواستی. باید عرض بکنم. ماه آسمان بی عیب نیست. ما هم بیکم بودی نیستیم. گناه همان را از رئیس بابا سر کردد تا کودکای خوشچین به گردن میگیریم. زنهای سبز بهار خاک گیرند زر گردد. غله را در دامن به خانه هاشان برده خوش کردند. تلف شدن نماندند. آدم از خودش ماند، از خدا میماند. صدای کفکوبی بلند شد. شمس عیسی تبسم کنان کف میزد. خدیر ناعلاج به کفکوبی دیگران شریک شد. هم رعی حاضران به زیبا نیرو بخشید. او دلش را خالی کردنی شد. از حکومت برای یاریش منت داریم. در سپاه سال امسال به کار می آید. ما میفهمیم خواجگی محاربه است و ما عسکر. مقصد یگانه ما غلبه است. ما زنها به دشمن نامرد البته غلبه می کنیم. خانه دشمن سوزد. او رفتنی شد، اما چیزی به یادش رسید که ایستاد. ناریزا سوی خدیر نگریسته آرامانه گفت: مسئله قصیر ماندن گاوها را دیگر به گردن منو بقایی بار نکن. عیب است. کودک هم میداند که حتی گل و گیا یک سال مادینه سال دیگر نرینند. آنهایی که زنی جوان را با نگاه آزمایش خاموشانه تا منبر گسیل کرده بودند، فرامدنش را با کفکوبی پیشواز گرفتند. حسن توجه مردم به این زنی جوان و عاقله افزود. چند نفری دیگر چی گفتند؟ دیگر کسی گوش نمی کرد. خدیر به رئیس نو ترجمه حال زیبا و خانواده‌اش را نقل کرد. حسن توجه رئیس به رئیسه عاقله و خوشروی دم آدم می افزود. و چند سؤال دیگر به زبان آورده رشک جانشینش را همانا بیدار کرد. مجلس
پایان یافت. اما صحبت رئیس جماعت سبزبهار از دهان به دهان می گذشت. در دالان تالار شمس عیسی زیبا را انتظار بود. دست او را فشرده با تبسمی حلیم گفت: خوب گپ زدید. آفرین. رئیس نو که به قول معروف آدمی آمد بود و به همدیگر را تو گفتن مردمی ته جایی هیچ عادت کردن نمی توانست. به زیبا که قریب همسن و سال بودند شما گویان مراجعت کرد: با یاری شما سری عجیبی را کشف کردیم. کدام سیر؟ سری بی‌حوصلگی بعضی حیوان تنبل را. هر دو بدون اختیار بلند خندیدند. زیبا رفتنی شد. مشکلی پیش آید شر ندارید، بیایید. او را معطل کردن خواست رئیس. البته توتیوار تصدیق کرد زیبا. لحظه خاموش ماندند. گویا کیها هم دیگر را می شناختند. گویا به یکدیگر یک جهان گپ داشتند، اما برای به زبان آوردن سخنان آشنا جرأت نداشتند. در این هوای سردی آغاز فصل سرما این دو جوان گرم‌مزاج به همدیگر سخت نیاز داشتند. هر دو هم تنها بودند. مرد تنها، زن تنهای دوری و فراق. آنها همدیگر را ترک کردن نمی‌خواستند. رئیس نو چیزی می‌گفت، زیبا سخنان او را نمی‌شنید، اما همانا سرجنبان تصدیق می‌کرد. لحظه چند گذشت. رئیس دعوت رئیس را به سبزبهار مشهور انتظار بود. رئیس اندیشه های او را از نگاهش می‌خواند و به جواب گفتن جرأت نداشت. زیبا را یک بار چنان نمود که در روبرویش سعید ایستاده است و با مهر و تبسم خمارآلود به او می‌نگرد. بدن زن جوان را لرزه شیرینی فرا گرفت. رئیس تماکو روشن کرد. انگشتانش می‌لرزید. لحظه چند برابر یک عمر سپری شد. نگاه های نسخگی را سوی خویش دیده بایست این لحظه های شیرینی هنوز بینام را ناچار به بایگانی خاطره می سپردند. رئیس با آواز شنوا تاکید کرد: بیایید، شر ندارید. البته، اما تو یکی و ما هزار. بیهوده شما را تشویش نمیدیم. بیهوده مرا تشویش بده، می گفت نگاهی شمس، اما زبانش دیگر گفت. ما را برای خدمت به خلق به اینجا فرستادند. می نداریم رئیس، جواب داد زیبا صدای خودش را نشنیده. معرکه سال گذشته برای 7 پشتمان درس شد. زندگی آموزگار است. این سال آب را دیده موزه کشیدیم. هر سخنش مثل و مقال است. اندیشید پیش خود رئیس. یکی به پایان این صحبت سری دستکی دلخواه می بایست نقطه می گذاشت، اما هیچ از این دو تن نمی خواست نخست باشد. راه دور است. باید تاریک نشده به سبزبهار برسیم، گفت زیبا راهکی شده. همراه دارید؟ مشک؟ اسب سعید، جواب داد زن، گوییا رئیس نو و شوهری او آشنای دیری نباشند و خیر و خوش را نسیه گذاشته شتابان از همصحبتش دور شد. رئیس نو دیرگاه از پی این دختری نازنینی دانا نگریسته تماکو دود داد. زن یک دیگدان آتش شنید صدای معاونش را. کاری 10 مرد را می کند. زنها نباید کاری 10 مرد را بکنند. راست، باز خیرمن گفتم می توانست حاجتی بر زگاو نبود. شوخی خدیر به ایسان نفارید. رئیس را جیغ زدند و رها را تاکید کرد. نزد من درآید. روانه تاکید کرد نایبش را. بجانم دست روی دل گذاشت خدیر که تغییر یافتن حالت روحی رئیس از نظرش پنهان نمانده بود. تو هم به این پری وحشی عاشق شده یا؟ چند جان داری؟ زیر لب غرید. ناسش را به فرش دالان توف کرده در رئیس ناحیه را کشاد. زیبا لجام مشک را
به شاخ درخت بسته به دکان در آمد. او خریدش را به بارخلطه جای کرده خود به خود تبسم می کرد. دل زن جوان روشن بود. نگاه پر از مهر رئیس که لحظه او را از دنیای جنگ و فراق به عالم عشق و وصال کشید او را ترک نمی کرد. بیایید شرم ندارید. به یاد آورد سخنان رئیس را. چخیل بیایم، چخیل شرم ندارم وقتی که خوشدامنم را به کرته تنم تهمت می کند. گذشت از دلش. همانا طبعش خیره شد. در پایه صندوق حساب فهمید که اجازت نامه مخصوص را که به خانواده جنگاوران داده می شد با خود نگرفته است. دستی خالی برگشتنش امکان نداشت. مستر ماند. دکاندار چیزی پرسیدنی بود که یاغی خدیر با شست به دکان در آمد. رئیسه، 4 پا از پیت دویدمی به زور دریافت کردم. اینقدر می دوی شمال؟ زیبا جواب نداد. چی کم بودی داری که خود رئیس جانشینی اولش را به خدمتت فرستاد؟ برگکش را فراموش کرده است. به جای او جواب داد راضیه دکاندار، چشمان گردی تنگش را پرمعنا بازی دارنده. برگک از ما 1 تانه 10 تا. خودنمایی کرد در حضور معشوقش که پیشتر کاتبش بود. رئیسه، چند دانه لازم؟ 1 قبضه برگک را از کیسهش برآورده پرسید خدیر. زیبا هنوز مستر می ایستاد. ای رئیسه، هوش داری؟ 10 تا 20 تا گیر. خودی رئیس لطف کرده است تو نمیگیری؟ مصلحت داد سابق کاتبه خدیر. زود حاجت رئیس را برار، راهش دور است. مرحمت. ناز کرد راضیه. خدیر دید که زیبا برگک را میل گرفتن ندارد. چند دانه به دست دکاندار داده علاوه کرد. کارگران بهترین را قدر کردن وظیفه اولین درجه کام اجرایی است. هدیه از نام من و خودی رئیس. راضیه پرمعنا تبسم کرد. زیبا با دستی پرو دلی خالی از دکان برآمد. سخاوت ناگهانی خدیر بی طمع نبود. هرچند لطفی خنوکش نام رئیس نو را نیز داشت، نگاهش، تبسم بیشرمانش افشاگری دل و نیت ناپاکش بود. زیبا قدمانیش را تیز کرد. روزی سرد و کوتاه زمستان روی سوی شب داشت. او سری مشک را سوی سبز بهار گردانده جلو را سر داد. چشمانش را که گویا دود خورده می سوختند پوشیده باری جسمی خسته‌اش را به جانور حواله کرد. جانوری رموزگیر میده هموار به راه در آمد. طبیعی که از شب تنش را ترک نمی کرد اوج گرفت. زیبا خنک خورد. بیگاه شده بود و هوا سردتر. جانور روی شیشه یخ لغزیده راه می رفت. او خم شده گردن اسب را آغوش کرد و چشم پوشید. فکر و خیال بی سر و نوک مینه‌اش را پیچانده آوازهای خودی و بیگانه در گوشش بی ایست صدا می داد. انجام گفتار 5 رامن زنان سبزبهار گل رخسار. در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود.